هنرپیشه شناخته روس والری نیکولایف جوان 27 ساله توجیک شهریار بیکوف را عیبدار کرد که گویا بروی این ستاره سریال در وقتش مشهور زودروز بورژوی آبجوش ریخته است، ولی معلوم شد که این اتهام میوه تخیل این هنرمند بوده است. تلگرام کانال 112 که صبح 14 فوریه درباره مناقشه والری نیکولایف با جوان توجیک در بازداشتگاه خبر داده بود، بعداً علاوه خبر داد که هنرپیشه را در بیمارستان بیماری‌های روحی بستری کردند و در این بیمارستان طبیبان تشخیص کردند که مغز هنرپیشه مریض بوده، او گرفتار اختلال دو قطبی شده است. او در بازداشتگاه رفتار نامتناسب نشان میداد. نیکولایف از جمله ادعا داشت که یک هم اجره‌اش بر روی وی آب جوش پاشیده است، ولی طبیبان در بدن هنرپیشه یگان آثار زخم پیدا نکردند. تلگرام کانال 112 قبلا خبر داده بود که والری نیکولایف به دلیل بدون حجت رانندگی و در حالت مستی راندن ماشین به حبس مأموری گرفته شده بود. شام 11 فوریه بعد خوراک شام در بازداشتگاه او گویا با شهریار بیکوف نام جوان 27 ساله از تاجیکستان مناقشه کرده است و بیکوف گویا نیم لیتر آب جوش آمده را بر روی نیکولایف ریخته است. نیکولایف بعد این مناقشه گویا به پلیس شکایت نوشت و در آن گفته است که هرچند تلاش کرد تا با دستانش رویش را محافظت کند، ولی آسیب جدی برداشت و 40% بدنش در قسمت روی دستان و سر سینه‌اش سوخته است. بعدا رسانه‌های دیگر خبر دادند که والری نیکولایف همچون تاوان از جوان توجیک 20 میلیون روبل معادل 260,000 دلار آمریکایی طلب دارد. 10 میلیون روبل برای عوض کردن پوست رویش و 10 میلیون دیگر همچون تاوان معنوی. ولی این اتهامات دروغ برآمد. عجیب آن است که مطبوعات روسیه قریب همه خبری بروی هنرپیشه روس آب جوش آمده رو ریختن جوان توجیک را نشر کردند، ولی خبری در بدنش پیدا نکردن یگان از سوختار را گویا ندیدند. هنوز معلوم نیست که شهریار بیکوف با چه اتهامی در بازداشت قرار دارد. والری نیکولایف 23 آگوست سال 1965 به دنیا آمده. نقش از همه مشهورش نقش بورژوی در سریال زودروز بورژوی است که هنوز در پایان سالهای 90 و ابتدای سالهای 2000 آفریده بود. سالهای آخر نیکولایف شهرت قبلیش را به تدریج از دست داد و به این دلیل دچار رو افتادگی شده تا رفت بیشتر رو به مشروبات می آورد. او قبلا در سال 2016 به اون عیبدار شده بود که در حالت مستی به کارمند گبدده حمله کرد. اون وقت هنرپیشه را از حق رانندگی محروم کرده بودند.